سلام دوستان عزیز، خوش آمدین در یک ویدیوی دیگه. در این ویدیو دوستان قرار است که ما تمام کف خانه رو کاملا خلاصش بکنیم و همین سنسورایی که من در ویدیوی قدیمی در شما گفتم اینا سنسورای هوا هسته که ما قرار است که سنسورا رو کاملا در زیر خانه نصبش بکنیم. که عرضم به حضورتان این سنسورا اینا رو من از یک سایت بستل کردم. من دنبال از اینا زیاد گشتم ولی پیدا نمیتونستم، چون چیزی که من میخوام این هست که با سیم باشه. بهتر از این که من اگه بخوام از ایناش که بدون سیم هست با بلوتوث کار میکنه دیگه در آینده اگه باطری از او خلاص شه من نمیتونم برم زیر خانه و او رو عوضش بکنم. ما اومدم از اینا گرفتم که سیمش خودم نصبش کردم، بعدش سیمش کوتاه بود یک سیمش دراز کردم که قرار است ما اینی سنسوری که شما میبینین اینی سنسور در زیر خانه مانده میشه و اینی دیسپلی هم میایه در بالا، یکی در او گوش خانه میمانیم، یکی در این طرف و یکی اون طرف خانه که ما کلا رطوبت خانه را زیر نظر داشته باشیم و وقتی که احساس کردیم یعنی دستگاه در ما گفته که رطوبت رفته بالا ما دستگاه که رطوبت تخلیه میکنه او رو روشن میکنیم. بریم که همین سه تا سنسور رو نصب کنیم و بعد از اون دستگاهی که رطوبت تخلیه میکنه او رو نصبش کنیم و ببینیم که کارا را چقدر در این ویدیو پیش میبریم. حتما ما رو همراهی کنید تا آخر ویدیو و از کانال ما حمایت کنین و کانال ما رو سابسکرایب بکنین. خب دوستان همونطور که میبینین یک دانه شما نصب کردیم و این دیگه کلا دما رطوبت زیر خانه رو میگه. من این رو آمدم در زیر اینی چوب نیتش کردم اونتو که در کابلا شما همتون میره و دستگام خودم دیسپلی هم قرار است که بعدن مثلا در اینی دیوار پیچ شوه و ما کلا رطوبت زیر ببینیم. خب دیگه ما بریم یکی دیگه در اونجا باشانیم در آخر او اتاق و یکی دیگه در اینی اتاق بذاریم و اونو قسمت تقریبا و این دستگاهی که قرار است که اینجا هواش تخلیه بکنه قرار است که در اینجا بشینه و شلنگاش نصب میکنیم در این طرف و کار پیش ببریم.
خب هموطنان گل، همونطور که میبینین دیگه تمام سنگچل منگچلا کلش همونطور خلاص شده. ما در کل خانه ریختیم و بعد از او همی پلاستیکی که میبینید پلاستیک زیر خانه مانده میشه عبارش کردیم دور تا دور خانه را. دیگه یام همو فلکه ها بسته که در اینجا آمده. دیگه ارزم به حضورتان که ما همی سنسورای رطوبت هم نصبش کردیم که در زیر از اینی چوب شیشته و بعدا دیسپلیش میای بالا در دیوار میشینه. دیگه تمامی چوبای پایینه که میبینین اینا رو زدیم که اینا بر بعد سر از اینا یه رقم چوب دیگه است که چوب می و بعدش پشم شیشه و ادامه کار. دیگه فاضلابم تا اینجا کشیدنشه که قرار است دوباره فردا قرار است که لولکشه بیای کار ادامه بتن. دیگه ارزم به حضورتان که من در همی شلنگ زرده که میبینید قرار است که من 2 تا از این بکشم بیرون خانه. این همی حالا تا زمین باز است که باز بعدا خواستم کابل بر برقای بیرون نصب کنیم. فقط کابل خود از همین شلنگ تیر کنیم و کار سریعتر پیش بره. دیگه اینجا میایدونه لوله فاضلاب از پایین میره بالا بر طبقه دوم. دیگه ارزم به حضورتان که خوب دیگه اما تو سهم صحیح گروندش اساسی جور شده. دیگه یک دانه از این سنسورهای ما در اینجا شیشته، سنسور سوم ما در اون طرف خانه شیشته که ما کلا رطوبت زیر خانه رو مد نظر خود داشته باشیم. دیگه او چوبایی که گفتم دوستان اینجا هست که ما چند تاشو گذاشتیم. اینی چوباست که مانده همیشه و سر از اینا ایسولیرینگ میایه همو پشم شیشه. دیگه سمسه همون تو دوستان که میبینین بیشتری چوبای باربر دور تا دور خانه عوض شده. اونایش که خوب بوده فقط ما محکم کاری کردیم و حتی ما همی پایا رو نیاز نبود بزنیم. من پایه همی کل چوبا در وسطش زدم با زاوره چوبای دیگر زدم که چوبا به هم وصل شوه که همون تو مقاومت کنه داینده و در مشکل نخوریم. دیگه همونطور که میبینین کارا دوستان خوب پیش رفته. دیگه فردا بخیر همین لولکشا بیایه کارما را سریع انجام بدن، لولای خود بکشن. دیگه بعد از اون ما بریم پشم شرده اینجا بذاریم و کم کم کف خلاص بکنیم که هوا داره سرد میشه. دیگه یک چیز دیگه دوستان من در اینجا قرار است اگه اتاق که میبینین قرار است که آشپزخانه شود آینده. من یک ذره دو دل هستم که نمیدونم دقیقا باید چطوری همینجا رو جورش کنم. شما اینو ببینید من فیلم میگیرم، اگه کسی هر چیز خوب سر در میاره حتما بر ما در کامنت ها بنویسن که اینجا چیکار میکردن. چیزی که ما فکر کردیم همین لوله فاضلاب که میبینین اینجا قرار است که همو دستشوی یا همو ظرفشوی اینجا مانده شوه و پشت پیش پنجرم قرار است که گاز و اون در گوشهش هم یخچال و دیگه اینجا کابینت ها باشه و اینجا همین کابینت های دیگه باشه و در همین وسط که لوله آب آمده قرار است که یک به قول دوستان یک جزیره طور مانده شوه که حالا ما زیاد درش فکر نکنیم، فقط همون تو گفتیم فعلا. چیزی که من مطمئن هستم همین آب ما قرار است که در همین وسط بیایه. بعد از اون دیگه ببینیم که چه رقم جور میشه. دیگه یکی این دستگاه دیگه دوستان که دستگاه رطوبت هست، همون سنسورایی که ما نصب کردیم هر موقع دیدیم که سنسورها مثلا نشون میده که رطوبت پایین رفته رو 70 به بالا رفته، دیگه ما این دستگاه روشن میکنیم و این دستگاه کارش همیشه که رطوبت از زیر خانه خارج کنه و بفرستش بیرون. یک شلنگ قرمز در اونجا مانده شده و دیگه این شلنگ توسی که میبینین یام رفته اون طرف که دو تا اتاق دیگر بگیره و شلنگ آبی هم قرار است که دیوار سلاخ کنیم و بندازیم میشه بیرون که هوای بیرون بیاره داخل و هوای داخل ببره بیرون. دیگه تا ویدیوی بعدی دوستان خدا که از این ویدیو خوشتان آمده باشه. تا ویدیوی بعدی دیگه خدا حافظتان.